با نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چرا مادران اینقدر با آسانی گریه میکنند؟ پسر از مادرش پرسید: مادر چرا گریه میکنی؟ مادر گفت: زیرا من یک زن هستم. پسر گفت: من این را نمیفهمم. مادر او را با آغوش کشید و گفت: هرگز نخواهی فهمید. پس پسر از پدر پرسید که چرا مادرم بی سبب گریه میکند؟ پدر گفت: همه زنان بی سبب گریه میکنند. پسرک به وحی رسید و تا حال نمیدانست که چرا زنان گریه میکنند. اینک روزی با سادگی از حکیم پرسید: چرا زنان گریه میکنند؟ خردمند پاسخ داد: وقتی زن آفریده شد، الله برایش کتفان پرقوت داد تا که وزنی های عالم را بردارد. دست و بازوی نرم داد تا که به ما راحت بخشد. برایش قوه داخلی داد برای برداشت تولد کودک و برای برداشت کردن آن لحظه هایی که او را ترک میکنند بدونی که کودک به وایه میرسد. برایش صلابت و محکمی بخشید که مشکل های خانواده و نزدیکان را پسی سر کند و همیشه غمخواری ایشان باشد. و برایش محبت فرزندانش را داده است که خاتمه نمی یابد و دیگرگون نخواهد شد، حتی اگر فرزندان سبب درد و علم های مادر شود هم. محبت شوهرش را عطا کرده است تا که در خدمت او باشد و رفتارهای ناخوشایندی او را فراموش سازد. حکمت برایش داده تا که خانواده را تنظیم کند و بالاخره اشک را برایش داده تا که آن را بریزد تا وزنی های آن همه مسئولیت را افکند و راه خود را ادامه دهد. هم یگانه نقطه ضعف اوست. برای همین اگر او را دیدی که اشک میریزد، برایش بگو: مادر جان، تو را دوست می‌دارم و همان کار و تلاش تو را قدر میکنم. اگرچه گریه خود را ادامه میدهد، لیکن از آن گفته‌های تو احساس راحت خواهد کرد. یک شب رنجی که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید.